بسم الله الرحمن الرحیم. امروز نیز می خواهم یک قصه خیلی عجیب برایتان نقل کنم. وقتی که خودم باری اول خواندم نهایت خرسند شدم و تشکر می گویم آن دوستانم که این پیام را برایم فرستادند. اینک به سمع شما نیز می رسانم. مردی ثروتمند نه زن داشت و نه فرزند. روز تمام کارگرایش را به خوراک شام دعوت کرد و پیش هر یک آنها یک نسخه قرآن و مقداری از پول گذاشت. وقتی خوراک را خوردند به آنها گفت شما می توانید قرآن یا این که پول را انتخاب کنید. اول به نگهبان گفت تو اختیار کن. نگهبان به خجالت گفت من آرزو دارم که قرآن را انتخاب کنم، لیکن آن را خوانده نمی توانم. از این را پول را اختیار می کنم، زیرا آن به من فایدهش بیشتر می رسد. سپس به دهقانی که پیشش کار می کرد گفت اکنون تو اختیار کن. دهقان گفت زنم بیماری سخت است. من به پول احتیاج دارم تا او را معالجه کنم. اگر همین مشکلی بالایم نمی شد من که حتما قرآن را اختیار می کردم. سپس به آشپز گفت تو چی را اختیار می کنی؟ آشپز گفت من خواندن قرآن را دوست می دارم، اما از سبب دائم مشغول بودنم وقتی خواندن ندارم. از این سبب من پول را اختیار می کنم. در آخر نوبت پسرک شد که به نگاه و بین حیوانات این ثروتمند مشغول بود و او می دانست که این پسرک خیلی فقیر و کم بخلانه زندگی می کرد. به پسرک گفت من می دانم که تو نیز پول را اختیار می کنی تا خوراکواری و پاپوش برای خودت بخری. پسرک گفت درست است که خریدن پاپوش و خوراک برای من مشکل است، لیکن من قرآن را انتخاب می کنم، زیرا مادرم به من گفته بود که سخن الله از طلا هم با ارزشتر و از شهد شیرینتر است. قرآن را گرفت. بعد از این که آن را گشاد داخل آن 2 ظرف را یافت که در یک پول که 10 برابر از پول انتخاب کرده آنها زیادتر بود و در ظرف دوم وصیت نوشته شده بود که دارنده این حجت میراثبری این مرد ثروتمند است. آن مرد ثروتمند با آنها گفت هر کی به الله گمان نیکی بکند پس او تعالی او را ناامید نمی کند. پس گمان شما به پروردگار عالمیان چیست؟ شاید این سرگذشتی گذشته باشد، اما اگر ما به امروز نگاه کنیم، به حیاتی که ما و شما سپری میکنیم و این گونه واقعه با خود ما رخ دهد، آیا چی را انتخاب میکرده باشیم؟ دل ما را الله خوبتر میداند.